با عرض سلام. اگر که به اخبار توجه کرده باشین توی این چند روز گذشته، خب یک حواشی دور و بر آقای ترامپ هستش، یه شایعاتی هستش برای اینکه شایعات از کجا شروع شد که آقای ترامپ رو نمیشه پیداش کرد، نیستش، و که میگن چی شده، این حالش خوب نیستش، سکته کرده، ایشون مثلا جون خودش از دست داده. این شایعه داره زیاد پر میشه. خب رسما هنوز مثلا از کاخ سفید نگو هیچی نگفتن، میگن همه حالش خوبه، ولی کسی هم نیومده اینجوری بگه آقا این شایعات چیه، این حرفا چیه میزنید، حالش خوبه. نه، همینجوری هر از گاهی یه عکسی مثلا، یعنی هیچ اصلا اشاره نمیکنن به این شایعات، یه عکسی مثلا میاد بیرون که آقا مثلا ترامپه، عکس هم واضح نیستش، دوره، هیچ کدومشون عکس واضح. خب دیگه الان این روزا دوربینا همه کیفیتشون بالاست، شما میتونید عکس با کیفیت نشون بدید. دوربین عکس همه بی کیفیت از فاصله دور، که بعضی از همین دارن مثلا اومدن با هوش مصنوعی مثلا بزرگشون کردن، مثلا قیافه ترامپ یه جوری شده اصلا. هی شایعه داره پشت سر هم میاد دیگه. این عکس‌ها اینجوری هی نشون میدن. یه ویدیو دیگه هم اومده بیرون، حالا نمیدونم این ویدیو رو کی گرفته، یه ساختمونی بوده مشرف بوده به کاخ سفید، انگار یه نفر یه ویدیو گرفته و نشون میده که از پنجره های کاخ سفید یه نفر داره دو تا کیسه آشغال میندازه بیرون، از طبقه دومش، دوم سوم اون بالا نمیدونم، پرت میکنه پایین، که خودش هم میدونم جای سوال داره، آشغال برای چی پرتش کنی بیرون. به گمان زنی هایی که میکنن، خب مردم کامنت میذارن روی این ویدیو ها، اینا مثلا میگن که احتمالش هستش که اونجا مثلا داشتن کار میکردن، کار بازسازی چیزی بوده تو اون اتاق، تو اون قسمتش، و اینو انداختنش بیرون. و این ویدیو مال 7 ساعت پیش بوده. ولی اگر که اینجوری باشه، خب یعنی نشون میده که آقای ترامپ دیشب نبوده، شب قبل از اینکه این ویدیو رو گرفتنش توی کاخ سفید نبوده آقای ترامپ. همچین گمان زنیایی میکنن. و گمان زنی دیگه ای که میکنن اینه که یکی دیگه اتفاقا توی یکی از این به اصطلاح افرادی که کامنت میذاره، اینو خوندمش توی از این ویدیوهایی که میگفتش که خب از بعد از سپتامبر 11، 11 سپتامبر، در پنجره های کاخ سفید رو ضد گلوله‌شون کردن، بستنشون به اینکه این راحتی باز نمیشه. اگه قرار باشه باز بشه، باستی که یه پروسسی داره دیگه، حالا اینو بازش بکنی، به این راحتی نیستش. و علتش چیه؟ چرا اینجوری شده؟ یعنی 100% احتمالاً آقای ترامپ اونجا نبوده اگر که این پنجره ها باز شدن که ازش استفاده بکنن یه چیزی بندازن پایین. خب الان که من دارم الان با شما صحبت میکنم، این ویدیو هم کنار میذارم، شما نگاه بکنید خودتون راجع به چی دارم صحبت میکنم. و شایعه ها همینجوری داره میاد دیگه، دارن میان میگن احتمال داره که ایشون سکته کرده باشه. و اگر این واقعیت داشته باشه که خب اصلا نمیدونم چی بهتون بگم. از طرف دیگه خب جنگ با ونزوئلا هم همینجوری هی داره پیش میره، یعنی دارن گمان زنی میکنن که هر لحظه احتمال داره این جنگ هم داغ بشه. رئیس جمهور ونزوئلا اونم اومده بود گفته بودش که اینا مثلا چندین نفر آوردن اینجوری، این کشتیاشونه، 11 تا کشتی هم دقیقاً چند تا آوردن لب مرزهای لب سواحل ما، بیشتر از 1200 تا موشک به سمت ما نشونه گرفتن و در خطر هستیم، هیچ وقت انقدر در خطر نبودیم. این منابع نفتی دیگه، منابع نفتی اونجا رو احتیاج بهش دارن، به علت مهار کردن چین میشه بگیم، برای اینکه خب اینا رابطه دارن با چین دیگه، اون قسمت شرق اینا دارن کار میکنن، توی بلوک شرق حساب میشن، مشکل دارن همیشه با امریکا، ولی منابع نفتی زیادی داره. اگر که قرار باشه اتفاقی بیفته با ایران، جنگی بشه، با احتمالشو بدن جنگی بخواد برن به سمت ایران، دیگه جنگ حتما در میگیره، جنگ شدیدی خواهد بود. یعنی مشکل ایجاد خواهد شد برای انرژی دنیا، برای پالایشگاه‌های کشورهای جنوب خلیج فارس، خود خلیج فارس، خود تنگه هرمز احتیاج دارن به یه جایی که برن اشغال بکنن، مثلا مثل همین ونزوئلا، که شوک ایجاد نشه به چه نفت ایران، که قول نفت ایران هم بازار کشته میشه بیرون، چه نفت کشورهای دیگه اونجا هم کم میشن دیگه، اونجا نمیتونن صادر بکنن نفتشون دیگه. یه منبع عظیمی میخوای که جای اینو بگیری که شوک زیادی نده. اینه دلیلش. حالا شاید فردا نه، پس فردا نه، نمیدونیم کی، ولی در هر صورت اگه بخوان به جنگ عظیمی برن، بحثی که همچین کاری بکنن دیگه، بعد به دستشون بیفته. حالا دارن بهونه‌های مواد مخدر و این چیزا رو میارن، ولی همچین اتفاقی تا الان نیفتاده بوده که اینقدر شما بیاین نیرو دریایی تو جمع بکنید جوری کشوری بگی من میخوام مواد مخدر مبارزه بکنم. مثلا مواد مخدر اینجوری کار نمیکنن، کارتلاشون اصلا اینجوری نیستش. و 50 میلیون دلار هم جایزه گذاشتن رو سر آیه مادورو. این همش همین قضیه نفته، قضیه انرژی خیلی مهمه. از طرف دیگه هم داریم میبینیم که
این شورای همکاری خلیج فارس هم اومدن یه بیانیه دادن، الان میگن بوی کباب حس کردن که این جزیره ها متعلق به ایران نیستن و متعلق به امارات هستن. و خیلی جالبه دیگه، خیلی جالبه. من این همیشه گفتم که کوچکترین خلأ قدرتی به وجود بیاد توی ایران، این لاشخورا دور ایران هستن و به گوشه گوشه ایرانو طمع دوختن و شروع میکنن حمله خودشون انجام میدن. و این چیزیه که خب اسرائیل هم سرمایه گذاری کرده روی این سالهای گذشته و تو همین جنگ هم اصلا هیچ ابایی نداشتن از صحبت کردن راجبش. همون روزنامه اورشلیم پست داشتن راجبش صحبت میکردن. وزیر ارتباطات اسبقشون راجع به همین صحبت کرد که به کشور عربی با زبان عربی داشت میگفت که شما باید برین از این قوم ها حمایت بکنین که اینا میخوان مثلا آزاد بشن، این حرفا جدا بشن و جدایی طلبی. نهایت این که کوچکترین خلأ قدرتی به وجود بیاد توی ایران یا ایران نتونه از خودش دفاع بکنه، نیروی آفندیش یه مقدار ضربه بهش بخوره، این اتفاقا خواهد افتاد بدون شک. یعنی اصلا احتمالی هم نیست که مثلا احتمال میدیم اتفاق میفته، نه، این اتفاق 100% خواهد افتاد. از گوشه گوشه ایران لاشخورا شروع میکنن به کار، دست به کار میشن. این قضیه آقای ترامپ خیلی جالبه، یعنی واقعا باید ببینید چه اتفاقی میفته توی روزهای آینده. حالا امروز دیروز یعنی روز کارگر بود، روز لیبر دی بودش و مارکت ها هم بسته بودن. خب اگر قرار بود اتفاقی بیفته، حرفی بزنن، چیزی بگن، مارکت ها یه جهش بسیار سنگینی خواهند کرد به سمت پایین معمولا دیگه. تا اینجا کشوندنش، بعد ببینیم چند ساعت دیگه چه اتفاقی میفته. این خیلی جالبه، خیلی کمیاب از آقای ترامپ که نیاد همچین صحبتی چیزی بکنه، مثلا این تمام این شایعه ها رو مثلا بزنی کنار رو بیا صحبت بکنه. واقعا کمیابه. یه اتفاق این وسط افتاده، یه چیزی 100% این وسط هستش و حالا اگر که نقشه کشیده باشن، برنامه‌ای باشه، اگرم که اونجوری باشه و کلش یه به اصطلاح کلکی باشه، 100% یه چیز خیلی بزرگی اتفاق قراره یه جایی بیفته، نمیدونیم کجا. یعنی به این بزرگی باید باشه که بخوان همچین حالتی استفاده بکنن که ذهن مردم بره به این سمت و کلش به صورت مثلا کلک باشه. اگر هم کلک نباشه، احتمالش هستش که ایشون مثلا سکته کرده باشه، واقعا نمیتونه صحبت بکنه، مغزش مثلا تحت تاثیر قرار گرفته باشه، تکلم معمولا تحت تاثیر قرار میگیره و بعد ببینیم چه اتفاق میفته دیگه. این اتفاق خیلی بزرگی اگه واقعا اینجوری شده باشه، یه قضیه جنگ ایران و حمایت از اسرائیل و این وضعیتی که راه انداختن و این بازی که شروع کردن، این دیگه قضیهش فرق میکنه و واقعا امنیت ملی امریکا رو تاثیر میذاره روش. یعنی خب با این تعرفه هایی که درست کردن و یعنی اصلا وسط بازی خیلی بزرگیه آقای ترامپ. بعد ببینیم چه اتفاق میفته. واقعا جالبیش به اینجاست که یک مصاحبه کرده از آقای ترامپ، خبری نیستش واقعا. حالا شاید هم واقعا مثلا اگرم اتفاق براش افتاده باشه، نمیخواد بیاد جلوی دوربین، صورتش مشکلی داره، چیزی داره، صحبت میتونه بکنه، نمیدونیم واقعا. اصلا هیچ نمیدونیم واقعا، دیده نشده، هیچ ویدیو ازشون بیرون نیامده و بیرون حرفایی که من میخوام به شما بزنم الان از قول آقای ترامپ، اینا رو بیرون نیامده جلوی ویدیوی چیزی بگه، صداش هم بیرون نیستش. اینو من فقط به شما بگم، اینو فقط توی نوشته خبرنگارم رفت میگه من رفتم باش مصاحبه کردم، مال دیلی کالر اومده گفته دیگه، نوشته این مقالهش نوشته که این حرفای آقای ترامپ بوده. مقاله رو من خوندم، مثلا مثل خودشم از این جمله های مثلا نصف نیمه استفاده میکنه، یه جمله تو نصفش میره تمومش نمیکنه، میره سراغ جمله بعدی. سعی کردن مثلا اگرم که واقعا نباشه، خدای ترامپ نباشه، سعی کردن این خودش باشه. خیلی از کاربرا دارن خورده میگیرن، اتفاقا رفتن زیر ذره بین گذاشتن پستاشو که میگن این پستاش شبیه صحبت خودش نیست. حالا هر چقدرم که سعی کردن مثل خودش استفاده بکنن، ولی مثل اینکه خودش نیستش، یه ایرادایی گرفته بودن ازش از پستایی که گذاشته. توی این مصاحبه چیزی که بهش اشاره میکنه نکات خیلی مهمیه. یکی این که ایشون اشاره میکنه، تایید میکنه، تاکید میکنه که اسرائیل دیگه، لابی اسرائیل اون قدرتی که قبلا داشت و توی کنگره نداره. این خیلی جای سوال داره که برای چی این حرف باید زده بشه. یعنی اگه اصلا واقعا برای ترامپ اتفاقی افتاده باشه، اگه قرار باشه گزارشگری بیا صحبتی بکنه راجع به این قضیه، چرا همچین چیزی صحبت بکنه راجبش؟ میدونید؟ یا اینکه حتی اگه اصلا خودش هم باشه، سلامت باشه، توی این حال و روز که الان توی این غیبت چند روزه است، چرا باید بیاد راجع به این حرفا صحبت بکنه؟ حرف به این مهمی، صحبتی به این مهمی، چرا باید بیاد الان این حرفا بزنه راجبش؟
ولی اینکه اسرائیل کل این جنگایی که الان داره اتفاق میفته، خب اسرائیل تو مرکزشه. مثلا جنگی که میخوان برن به سمت ایران و این آتیشی که منطقه رو با آتش کشیدن، اسرائیل وسطشه. برای چی باید بیاد صحبت اسرائیل الان بکنه، جلوی دوربین هم نکنه؟ اینا همش سواله. بعد چند روز صبر کنیم ببینیم واقعا چه اتفاقی میفته. هیچ تحلیلی نمیشه رفت راجبش. در هر صورت حرفی که ایشون میزنه میگه که اسرائیل قدرت بسیار زیادی داشته تو کنگره 10 سال پیش، 15 سال پیش، مثلا 15 سال 20 سال پیش، و الان دیگه این قدرت رو نداره. و داریم میبینیم بعضی از همه مثلا نماینده ها صحبت هایی میکنن، مثلا مارجوری تایلر گرین راجبش صحبت میکنه که راستم میگه. مارجوری تایلر گرین یک کسی از این کسایی بودش که از این دست راستی های سفت و سخت طرفدار ترامپ بود. خب همه اینا طرف اسرائیل بودن، ولی قبل از این جنگ و اینا که بخواد همچین اتفاقی بیفته دیگه، اینقدر شلوغیایی که الان کل جامعه شدن بر ضد اسرائیل. این یه حقیقتیه. دانشگاه ها، جوونا، یعنی اصلا اسرائیل دیگه نمیتونی. قبلا مثلا هر نماینده‌ای که می‌خواست بره رأی بگیره، چه برای کنگره، چه برای سنا، چه برای رئیس جمهوری، یکی از افتخاراتش این بودش که سریع دست شما ما با اسرائیل حمایت میکنیم. مردم هم کاری همچین دست می‌زدن، هورا می‌کشیدن. اسرائیل خیلیشون اصلا مثلا اسرائیل کجا هست، حمایت بکن. ولی الان حساسیت‌ها به زیاد شده. یک کسی من فکر نمی‌کنم واسه خاطر رأی گرفتن بیاد اینجا داد بزنه بگه ما اسرائیل حمایت می‌کنیم، مگر اینکه فقط بخواد پول بگیره از لابی اسرائیل. ولی اینکه همین داد زدن و ما می‌خوام اسرائیل حمایت بکنیم هزینه داره براشون. صندوق رأی مردم رأی نمیدن به خاطر همین. الان وضعیت اسرائیل اینه الان. و یکی از چیزایی که خطرناک می‌کنه قضیه رو، من اینو چند دفعه بهش اشاره کردم، این حمایتی که اسرائیل الان داره رو 5 سال دیگه، 7 سال دیگه بدون شک نخواهند داشت. سر همین این پروژه‌ای که شاید فکرشو میکردن شاید 10 سال دیگه، 15 سال دیگه، 20 سال دیگه میخوان تمومش بکنن، این یه خورده جلو میندازتش. مجبورن تو همین 1-2 سال این کار انجام بدن تا زمانی که همین آدمای پیر و اینا هستن و هنوز حمایتشون میکنن، اینا رو خریدنشون و جدشون رو بهشون پول دادن از 50 سال پیش دلار، اینا هنوز حمایتشون رو میکنن. ولی جوونا دیگه حمایت نخواهند کرد. 5 سال دیگه، 10 سال دیگه افراد جدیدی بخوام بیان تو کنگره، توی سنا، اینایی که الان دانشجو هستن، الان اینا نه، همچین دیدگاهی ندارن. این اتفاق نمیفته. اگر هم بخوان حمایت بکنن از اسرائیل، هزینه دار براشون میشه، رأی نمیگیرن به همین راحتی. پس اسرائیل وقت زیادی نداره بابت اینکه بخواد این جنایت خودشو به این نتیجه برسونه، به سرانجامی برسونه که این دقیقاً این خطرناکش بکنه راجع به ایران دیگه. اینا هدفی که دارن که ایرانو، یعنی اصلا تا ایران باشه اونجا مهم نیست. اصلا ببین، اصلا فراموش بکنین که کی حاکم ایرانه. اصلا اینو اگه ازتون خواهش میکنم بذار از سرت بیرون. هر طرفی که هست اینو فراموش بکن بهش. ایران با این شکل و قیافه، با این تاریخ، با این مرزهای جغرافیایی، با این جمعیت، با این استعداد، با این منابع، تا زمانی که اونجا باشه اسرائیل نمیتونه هژمون منطقه بشه. حالا شاید 5 سال 10 سال بیان یه کاری بکنن، یه چوبی بزنن لای چرخ ایرانو خار ذلیلش بکنن، بی کسی بیارن بذارن اونجا، بعد دوباره ایران دوباره برمیگرده میره بالا. و اینا نمیتونن اینو ببینن. دلیلش اینه که از ایران انقدر میترسن و ایرانو واسه که تجزیهش بکنن، کوچیکش بکنن. و خب ایرانی که این کارو باش کردن دیگه، بقیه‌شون دیگه مثل کیک براشون، مثل راه رفتن توی پارک بقیه کشورها. و اینو خطرناکش میکنه. اگه بخوان به این سمت برن، خب ایران دقیقاً، یعنی ایران جلوی پاشونه. ایرانو واسه که داریم میبینیم رسما چه کارهایی دارن میکنن دیگه. اصلا همین پروژه‌ای که الان 30 ساله، ببین شما چقدر خرج کردن. کشوری تو دنیا وجود نداره که انقدر خرج کرده باشن، انقدر رسانه براشون درست کرده باشن که اینجوری 24 ساعته برن توی مغزشون که دیگه جوون ایرانی مثلا فکر میکنه بدبخت ترین جوون دنیاست. اصلا باورتون میشه؟ یعنی واقعا الان همه باورشون بر اینه که اینا ایرانی بدبخت ترین آدم دنیاست. حالا همش هم تقصیر اسرائیل نیست. اینو بسی که خود ایران هم یه مقدار تاثیر، یعنی اون کسی که اونجا سر کاره مسئول هستی. شما مسئولی که اجازه ندی کسی، همچین کسی بیاد اینجوری شما از شما سوء استفاده بکنه و کشورتو به اینجا بکشونه. اگه همچین خطری رو داری میبینی، شما بایستی که بری اینو نکته سنجیش بکنی، بری موشکافانه ببینی که علتش چیه و اینو برطرف بکنی، مشکلات رو برطرف بکنی که کسی نتونه اینجوری بیاد سوار جمعیت شما بشه، سوار مردم شما بشه، اینجوری جمعونه شما رو این کارو باشون بکنی که فکر کنن بدبخت ترین کشور دنیا هست. یعنی واسه که اون زخمه خوب بشه که مگس نشینه روش. من اینو فقط به شما بگم. ولی خب توی 20 سال گذشته اینا کاری نبوده که نتونستن نکرده باشن دیگه، هزینه‌ای نبوده. شما این تلویزیوناشون فقط نگاه بکن، میرن جمع میکنن از انواع و اقسام قوم‌های ایرانی، یعنی تلویزیون درست میکنن با تمام لهجه‌ها، تو اینجا گوینده میذارن، کارشناس میارن. خیلی جالبه دیگه، این جای سخن داره. ولی خب الان اینجا رسیدیم که آقای ترامپ، برگردیم صحبت آقای ترامپ که دارن میگن، آقای ترامپ گفته، میگن اسرائیل این قدرت که قبلا داشته الان نداره. که من اینو نمیدونم چی بهتون بگم.
الان هنوز داره، من فکر میکنم شاید 5 سال دیگه 10 سال دیگه نداشته باشه، ولی الان هنوز این قدرت رو داره. یعنی داریم میبینیم چیکار دارن میکنن دیگه. آقای ترامپ خیلی پافشاری میکنه که دیگه اسرائیل الان قدرت الان نداره. یه چیزی پشت این قضیه هستش دیگه، یا برای اینه که بخوان مردم رو خود آرومشون بکنن، متوجه شدن که چه صدمه‌ای زده به جنگ نرم، به قدرت نرمشون، نمیدونیم واقعا. و میگه که قدرت قبل رو ندارن، پس به همین دلیل باید جنگ رو تمومش بکنن. این جنگ رو شاید ببره، در حال بردن باشه، ولی توی افکار عمومی جهان جنگ رو باخته. اینا دیگه هیچ اعتباری ندارن، یعنی اینجا بهشون صدمه میزنه. این حرفا مثلا به قول این خبرنگار دیلی کالر از دهن آقای ترامپ در اومده بیرون و میگه که جنگ بایستی که تموم بشه، باید شرشو بکنن. یه جا دیگه هم میگه که اسرائیل منو خیلی به اصطلاح حمایتم کرده و منم از اینا حمایت کردم، کارهایی که من برای اینا کردم هیچ کس دیگه نکرده. من به خاطر اینا جنگ ایران رو رقم زدم و رفتم اون تاسیسات اتمی اینا رو از بین بردم. تاسیسات اتمی اینا رفتیم با جنون هواپیمای فلان مثلا خوب ویدیو رفتیم اینجا بمبارون کردیم و به تعریف و تمجیدام میپردازه که چه اتفاقی افتاد. سی ان ان اومده گفته مثلا اینا از بین نرفتن و از این حرفا. خب واسه که شبیه آقای ترامپ هم باشه دیگه، حالا اگه آقای ترامپ باشه یا آقای ترامپ نباشه، تا چند روز دیگه معلوم میشه که چی داره رقم میخوره این وسط. ولی این خیلی جالب بودش دیگه. البته این تنها مصاحبه‌ای که تو این چند روزا ایشون دادن و به اسم ایشون دارن مثلا میگن آقای ترامپ صحبت کرده و میگم غیر از این پستایی که میذارن میگن که ترامپ نبوده، ترامپ بوده، خود ترامپ این پستا رو نوشته. مصاحبه خیلی جالبه دیگه. منم این کارا رو براشون کردم، میگه اینا به من کمک کردن، منم این کارو براشون کردم. یعنی مثلا این منتی داره میذاره میگه این کارو من برای اسرائیل کردم، یا حمله کرده به ایران. چند روز بعد صبر کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. من فقط دارم برای شما توضیح میدم، ولی فقط آقای ترامپ بیرون نیومده که ویدیویی جایی باشه ازش، گزارشی باشه. اینو نه، اینو فقط گفتن که روز جمعه رفته باشون، الان چند روزی میگذره از جمعه، این گزارشی داده، مصاحبه کرده، اومده بیرون. هنوز آقای ترامپو تا همین الان که امروز 2 سپتامبر سر صبح، تا حالا که از آقای ترامپ خبری نشده. ولی خب میگم خبر دیگه ای که اومده بود خیلی جالب بودش که این صحبت‌های شورای همکاری خلیج فارس که خیلی سریع دندوناشون رو تیز کردن، بیانیه دادن، هم برای این جزایر سگانه، همین که درخواستی که داشتن تو همین بیانیهشون که اگر هر گونه مذاکراتی بخواد بکنه، مذاکرات اتمی، نگرانی های امنیتی کشورهای خلیج فارس هم، حوزه خلیج فارس هم بایستی که مد نظر باشه. یعنی بوی کباب اس کردن دیگه. خیلی مهمه که چه مواضعی میگیرن سیاستمدارای ما. تا حالا خب مواضعی که گرفتن به صورت واضح، خب خیلی خورده میگرفتن بهشون، چه از جمله خود من، از لحاظ مذاکرات و اینا، که خب از یه طرف واسه یه گفتمان دیگه هم هست، شاید سیاستشون باشه. نمیدونیم واقعا چه اتفاقی داره میفته. سیاست باشه که مثلا بری مذاکره بکنی، بخوای مثلا جلو جنگو بگیری، خب جنگ هم شد. یعنی منظورم اینه که نمیخوان این امتیازا رو بدن. در هر صورت همین امروزش که سیاست حداکثری بوده، فشار حداکثری و درخواست حداکثری، درخواست تسلیم، موشک‌ها، غنیسازی صفر و این حرفا، یعنی رسما دیگه ایرانی وجود نداشته باشه. ولی با این وجود خب مذاکره هم داشتیم دیگه. خیلی جالبه که توی این شانگهای هم خب صحبت‌های قشنگی کردن آقای پزشکیان و با آقای پوتین هم صحبت کردن اینا، ولی در انتها با وجود اینکه ایشون دارن میان میگن که خب یک جانبه گری باید تموم بشه و یعنی با حالت اقتداری مقدار صحبت کردن، ولی هنوز دارن میگن که خب مذاکره و اینا هنوز درش بازه، دیپلماسی درش بازه. ببینید دیپلماسی تو همیشه باید درش باز باشه، ولی همین دیپلماسی همیشه به عنوان ابزار باید استفاده بشه. همین دیپلماسی کردن و دیپلماسی نکردن و مذاکره کردن و مذاکره نکردنش هم باید به عنوان ابزار ازش استفاده بشه. بعضی وقتا شاید یه مقدار مثلا بطلبه که شما بگی آقا اصلا مذاکره نمی‌کنیم چی میشه. حالا مذاکره که کردیم، حمله هم شد، نه اینکه بخوای مذاکره نکنی، ولی حداقل مواضع اینجوری نشون بدی، شاید ببینی مثلا یه چیزی یه جایی تغییری بکنه. شما همیشه در دیپلماسی باز باشه، سابقه اینجوری نشون نداده که به شما بتونی نهایت استفاده رو بگیری ازش، نهایت چونه زنی رو بتونی بکنی. اگه همیشه شما همه چی جلو گذاشته باشی. و خب ایران همین توی صحبت‌هایش بودش دیگه. همین تونی بلینکن اون روز اومد با کریستین امونپور که مصاحبه کرد یه ماه پیش، گفت من از اروپایی‌ها شنیدم که اینا حتی زیر 1% هم قبول کردن که ببرن غنیسازیشونو. بعد ببینیم چی میشه واقعا دیگه. این جنگ از لحاظ اسرائیل، این جنگ و این اصلا خاتمش اگه بخوام بدن اینجوری که آقای ترامپ داره میگه، به نابودی اصلا نتانیاهو که اصلا فراموشش بکن. فراموش، نتانیاهو تموم شد، دولت نتانیاهو. این آرزوهای بلند پروازانه اسرائیل بزرگ هم تموم میشه، میره شرش کنده میشه و رسما ایران خب
انگار خودشو کوبیده، ایران قدرت خودشو نشون داده. این چیز خوبیه اگه جنگ تموم بشه اونجا، کلا به طور کل جنگ تموم بشه، یعنی ایران از اینجا پیروز اومده بیرون و حالا میتونی بری سر میز مذاکره و سهم بگیری. ببین مثلا من همیشه این عزیزان بعضیشون میان میگن خب باید بریم مذاکره بکنی به علت اینکه میخوای شکوفایی اقتصادی بکنی و اصلا جنگ هم خوب نیست. خب بعضی وقتا مثلا میان به ما جنگ طلبی هم میدن، میگن جنگ طلبی نه، اصلا اتفاقا بنده هم مثلا موافق 100% مذاکره هستم که بری مثلا بتونی امتیاز بگیری، ولی حقیقت اینجوری نیستش. حقیقت اینه که شما نمیدن. خب مثلا یه راهی باید بذارن دیگه. عزیزانی که دارن میان میگن که شما اصلا نباید بری سمت اقتدار نظامی، اصلا افرادی که میرن سراغ اقتدار نظامی صحبت از موشک و اینا میکنن، اینا جنگ طلب هستن. شما واسه با گفتمان دیگه ای هم بیای بگی دیگه، بگی نه به این دلیل این راه هستش، این راهو من دارم به شما میگم قانعم میکنم. راه قانع کننده، نه از این راههای پوپولیستی که خب یعنی همیشه من صحبتشونی که دارم میبینم، مذاکراتشون، مناظرهاشون فقط راه حلای پوپولیستی دارن، اصلا راه حلی ندارن، یعنی فقط بیانیه های پوپولیستی و عوام فریبانه است، به راه حلی نمیرسه. ولی خب شما که این حرفو داری میزنی باید با یه راهکاری بیای بیرون، باید با یک گفتمان قابل قبولی بیای بیرون که اینجوری به اصطلاح سخن اینجوری شکل میگیره دیگه، زوری نمیشه که حرفت که قبول نکنن، حرفت قابل قبول نباشه، گفتمانت قابل قبول نباشه، هر چقدر هم که روش کار کرده باشی، 5 سال 10 سال 15 سال مردم خام کرده باشی، یه جایی مردم بالاخره متوجه میشن، آگاه میشن. حالا مثل این جنگ 12 روزه، حالا مطمئن نیستم که اگه اندازه کافی بوده، اندازه کافی بیدار شدن یا نشدن، ولی خب این گفتمانه یه دفعه بی‌اعتبار میشه دیگه، بی‌اعتبار میشه. اتفاقا توی ویدیو قبلی یه نفری اومد یه کامنتی گذاشته بود که مثلا این آقای مثلا گفتمان زیبا کلامی اصلا برای چی بهشون مثلا تریبون میدن، باشون میان مصاحبه میکنن. من گفتم نه، اتفاقا دقیقاً بعد این اتفاق بیفته، بایستی که همه بیان صحبت بکنن و اگر که این درک جامعه به اون حد رسیده باشه، خودشون میتونن غربالش بکنن و گفتمانی که خوب نباشه، گفتمانی که چیزی در چنتش نداشته باشه، خودش بی‌اعتبار میکنه با صحبت کردن. حرفایی که میزنه اگه نتونه خودش دفاع بکنه بی‌اعتبار میکنه خودشو. ولی فقط بحثی که جامعه به اون آگاهی رسیده باشه، یعنی بحثی که تمام نخبه از دو طرف کار خودشون درست انجام داده باشن، گفتمان قابل قبولی ارائه داده باشن، سطح آگاهی مردم بالا اومده باشه، خودشون میتونن اون موقع قضاوت بکنن. به اون گفتمانی که چیزی نداره توش، خودش بی‌اعتبار میشه، میره کنار. در هر صورت باید ببینیم چه اتفاقی میفته در روزهای آینده. همه این خدای بزرگ میسپارم تا ویدیو بعدی.